سلام به تمامی دوستان عزیز، من محمدم. خوش اومد به کانال چطور انجامش بدم. امروز قصدم داخل این ویدیو بهتون آموزش بدم که چطور میشه اطلاعات سیستمتون رو خیلی عالی و دقیق دید. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه بزنید. بریم. خب دوستان، روش های زیادی برای دیدن مشخصات سیستم وجود داره که من قصد دارم داخل این ویدیو به شما دو روش خیلی عالی و دقیقش رو بگم. برای روش اول شما میایید سر آیکون ویندوزتون کلیک چپ میکنید، گزینه سیتینگز رو میزنید، بعد از اون گزینه سیستم رو کلیک میکنید، اسکرول میکنید پایین و اباوت رو میزنید. همطور که میبینید به من مشخصات رو نشون داد، ولی نشون نداد که من رمام چیه، چه اسلاتی دارم، سی پی یوم چقدر استفاده میشه، هاردام چیه و از اینجور حرفا. برای مرحله دوم شما سر نوار تسکبار، این سفیدی که اینجا وجود داره بهش میگن نوار تسکبار، امکان داره برای شما اینجا باشه، بالا باشه، اینور باشه، یا اصلا هیدنش کرده باشید. زمانی که هیدن میکنید برای نمایشش باید موستون رو بیارین پایین تا اون تسکبار بیاد بالا. خب کلیک راست میکنید سر نوار تسکبار، تسک منیجر رو میزنید. بعد از اینکه تسک منیجر رو زدید اینجا گزینه‌های زیادی داره که ما با پرفورمنس کار داریم. اینجا داخل پرفورمنس به شما نشون میده سی پی یو تون چیه، چقدر داره ازش استفاده میشه، مموریتون چیه، دیسکتون چیه، چند تا دیسک دارین، حالا دیسک 0 و 1 رو نمایش میده، چند تا گرافیک دارین که بر من 2 تا گرافیک زده و وایفا که اینجا معمولا 0 هستش که اگر شما کابل لن استفاده کنید اینجا رو به شما نمایش میده. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.